بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و علاقه‌مندان برنامه پیام الهی، الله منان را یک بار دیگر سپاسگزاری میکنیم که باز هم برای ما توفیق و صحت و سلامتی بخشید تا باز هم به خدمت شما دوستان و علاقه‌مندان قرار بگیریم. بحث امروز ما در رابطه با آیاتی از قرآن عظیم الشأن است که خداوند جل مجده در این قرآن عظیم الشأن برای ما خیلی زیبا می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة و اصیلا. آن کسانی که شما ایمان آوردین یاد پروردگار را بکنین بسیار زیاد به یاد کردنی و در صبح و در شام پروردگار را زیاد یاد بکنیم. چرا ما مکلفیت بر این پیدا میکنیم که زیاد پروردگار را یاد بکنیم؟ هنگامی که خداوند جل مجده انسان و جهان هستی تقدیم کرد و یک نیرو و قدرت خیلی زیبایی را به نام ایمان یا یک پدیده بسیار زیبا را به نام ایمان در وجود یک انسان انداخت، شرح را برای انسان ها در کل معرفی کرد و او شرح پروردگار اظهار بندگی ما به خداوند و خدایی پروردگار به ما هست که ما نظر به قوت و توان استعداد خود و آنچه خداوند برای ما تعیین کرده ما در او راه و رسم و روش باید برویم. از او خاطر پروردگار جل مجده به ما شرح و بیان میدهد که این کسانی که شما ایمان آوردین زیاد یاد بکنین پروردگار را به یاد کردنی. میل به طرف عبادت یکی از جمله فرضیات زندگی هر انسان است. میل به این که هر کس باید حقیقت شیء، حقیقت خودند، حقیقت هر آنچه در جهان هستی است باید درک بکنند. با توجه برای تمام این ابعاد الله جل جلاله برای ما زندگی عالم ماده معنا را درس میده، با ما شرح میکنه که ای انسان تو دقت تمام داشته باش بر این که با یاد کردن پروردگار همه هست و بود آماده میشه. بسیار خدایت را یاد بکن. کسی سوال کرد از جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله و اصحابه و سلم، برش گفت چرا روزای دوشنبه و پنجشنبه روزه میگیری؟ گفت به خاطر از این روزه میگیرم که نامه اعمال بنده ها در روز دوشنبه و پنجشنبه به پروردگار پیش میشه. خوش دارم که نشته باشه محمد صلی الله علیه و سلم یک بنده روزه دار. از او خاطر ای برای ما و شما هم ثوابی داره، اجر بسیار بزرگی داره اگر ما روزه بگیریم در روزهای دوشنبه و پنجشنبه. به خاطر تزکیه نفس هم درست است و بسیار رسم و روش نیک است. به همین گونه حضرت خداوند جل مجده برای ما در امین قرآن عظیم الشأن وقت و آداب ذکر کردن را به ما نشان میده، ما را درس میده. به ما میگه که این کسانی که شما ایمان آوردین اذکروا الله ذکرا کثیرا، یاد کنید پروردگار را یاد نیک، یاد به کثرت بی اندازه. معین نسازین که چقدر، 1 لک، 2 لک، 5,000، 10,000، 20,000 مرتبه
و پروردگار جل جلاله ثنا و صفت بگویید. پس با توجه به تمام این نکات ما وقتی که خداوند را زیاد یاد میکنیم، چرا باید زیاد یاد بکنیم؟ به خاطر از اینکه خداوند خالق ما هست. پروردگار جل علی مجده و ذات کبریایی پروردگار ننگ شراکت به هیچ صورت نمیپذیره. ننگ شراکت نمیپذیره. ننگ شراکت چیست؟ شریک شدن در ثنا و صفت خداوند کسی دیگری را درست نیست. از او خاطر ما صفت پیامبران به حد توانمندیشان میکنیم یا به حدی که خداوند برای ما اجازه داده. ثنا و صفت عرفای مبارک، اولیای مبارک، شهدای را که در راه خدا به شهادت رسیدند، از پدر، از مادر، از خواهر، از برادر، از استاد، از هر کس دیگری که هست، او نظر به قوت و توان استعدادش باید ثنا و صفتش برش گفته شود و تعریفش برش گفته شود. اما ما هیچ وقت نمیتوانیم که صفت خدایی را به یک بنده بدیم. پرواز بندگی به خدایی نمیرسد. ای خاک خاک شو، آسمان است بلند. الله جل جلاله ذات واجب الوجود هست. ذاتی هست که بر شأن از او میزیبه که ما بگوییم سبحان الله، یعنی پاکیست پروردگار، و بگوییم الله جبار است، الله قهار است، الله عزیز است، الله رحیم است، الله متکبر است، الله جل علی مجده تمام هست و بود را داره که دیگه کس او هست و بوده در خود دیده نمیتواند و نداره. پس ما که خداوند زیاد یاد میکنیم در صبح و در شام، به خاطر از اینکه پروردگار به ما حکم کرده و حدیث پیامبر بزرگ اسلام هست. ملائکه ها بعد از صبح تبدیل میشن و بعد از نماز دیگر. از او خاطر هر ملائکه که رفت و آمد میکنن، شما ذکر پروردگار در این وقت بیشتر میکنین. اینجا الله جل جلاله شما را به من حیث یک بنده ذاکر و به من حیث یک بنده که شما سخت با پروردگار جل علی مجده و دوستی دارید، الله جل جلاله شما را میپذیره. از او خاطر بر شما میگن کسانی که شما ایمان آوردین خدا را یاد کنین به یاد کردنی و سبحوه بکرة و اصیلا. شما با پاکی یاد بکنین و تسبیح یاد بکنین در صبح و در شام، در هر مدت زمان. اذکر الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. شما خدا را یاد کنین و پهلویتان که میشینین یا استراحت میکنین یا ایستاده میگردین یا در سر بام هستین یا در وظایفتان هستین، خدا را یاد بکنین یا در خانه هایتان استاد میشین. و اگر در هر مقطع زمان، در هر نقطه از جهان هستی که موجود هستین باشین، پروردگار ذکرش بکنین، کارتان باجور میشه. پس این به ما یک درس است. الله جل جلاله به ما درس میده، میگه شما خدا را یاد بکنین بسیار زیاد و در صبح و در شام خداوند را یاد بکنین. چرا؟ به خاطر از اینکه هو الذی، خداوند آن ذات پاکی هست که یصلی علیکم برای شما رحمت میفرستند و ملائکته و ملائکه های خداوند لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا بیرون کنند شما را از تاریکی های ظلم و جهل و تعدی و تجاوز به طرف روشنی دین مقدس اسلام. و کان بالمؤمنین رحیما. و خداوند جل علی مجده برای مسلمانان مهربان است. برای مسلمانان مهربان است. در اینجا چند نکته بسیار اساس و عمده موجود است. هنگامی که تو با پروردگار جل جلاله آشنا شدی، در اینجا دیگه هیچ مشکلی برای انسان باقی نمیمانه.
من میخوایم یک چند صحبتی را در رابطه به بعضی از کسایی که از جهان اسلام به پایه های کمال بندگی خود رسیدن و اونها را پروردگار پذیرفته چند مثال بر شما بدم تا ای هویدا شود که خداوند برای مسلمانان مهربان است و خداوند اتضاعات پاکی هست که با ملائکه های خود درود و رحمت برای انسان ها میفرسته. چرا؟ جناب حضرت بیبی مریم شما میشناسید. بیبی مریم کسی هست که در یک مکان بسیار عالی و جهان هستی تقدیم میشه و هدف پروردگار به امین هست که باید بیبی مریم در وجود خود یک قدرت خداوند باید مشاهده بکنه و برای دیگران با مشاهده برسانه. چرا؟ نقطه گپ اینجاست که چرا؟ به خاطر ازی که انگامی که پیش ازی که بیبی مریم تولد شود و جهان هستی، مادر مبارکش او صدا کرد که الهی آنچه در شکم من، آنچه در رحم من موجود هست، ما را برای تو ناظر کردیم. پس پروردگار جل جلاله گفت که ما را قبول کردم. انگامی که تولد شد این مبارک، فکر میکردم که تنها بچه میتوانه تمام هست و بوده با خود بگیره، در حالی که خبر نداشتند که خداوند مردانگی روحانی را قبول داره. زن و مرد بی ارزش است. او به حساب عالم ماده است که مرد باید اینقدر کار کنه و زن باید کار بکنه، اما در اصل چیز دیگری هست. در اصل روح در اینجا قابل ارزش است و غیرت و همت داشتن در این راه که باستان موفق میسازه. بیبی مریم انگامی که تولد میشه، مادر صدا میکنه میگه نیست پسری، نیست کسی که الهی من میخواستم که باید به جهان هستی تقدیم شود، مرد نیست و خنثی هم نیست، دختر است و ما ایره پناه شب تو میکنم پروردگار که تو ایره از شر تمام چیزهایی که در باعث تباهیش است ایره نگه بکن. اینجا پروردگار جل مجده ای بنده خدا که به نام بیبی مریم است قبول میکنه. ببینین در راه خدا چقدر انسان به مراتب بلند میرسانه. وقتی او به پروردگار جل مجده توکل میکنه، اولین رحمت خدا که بالایش میاره یا میایه ایره از خانه عادی که ما شما زندگی میکنیم از این خانه میکشه، در خانه خود میبرش که به نام در وقت مسجد یا معبد اردوش یکی بود. معبد جای عبادتگاه. بعد از او یک کفیل نداره، جایی به نام خدا نصر شدنی، همه کسایی که موجود هستند در اونجا در معبد صحبت دارن که باید در جناب حضرت بیبی مریم کسی باید با خود نگاه بکنه یا کفالت چه بکنه. اینجا انگامی که قلم های خود را میپرتند و مرسم عنعنی همون وقت نام حضرت زکریا علیه السلام میبراید. باز خداوند با این معاونت میکنه. با توجه به کمک و معاونت الله جل جلاله جناب حضرت زکریا علیه السلام به من حیث یک کفالت کننده و من حیث یک سرپرست برش تعیین میکنه. زکریا علیه السلام همیشه با این صحبت داره. زکریا علیه السلام سنش خیلی ها بزرگ است، 99 100 چند ساله هست. در این مقطع زمان این مبارک اولاد نداره. از خدا خواهان طلب یک کسی هست که میراث بر باشه و میراث ببره. این ابعاد ماده و معنایشه. من وقتی که ببینه که بیبی مریم
رضی الله تعالی عنها و پیشش میوه غیر فصل است. وقتی رو مشاهده میکنه یک سوز گداز در وجودش میگه که خودت از کجا کردی این میوهی که برای تو آمده؟ برش گفته میشه که این از طرف خداوند برای ما فرستاده شده. اینجا جناب حضرت زکریا علیه السلام تکان میخوره، میگه پیامبر من و برای عزیز چطور تو میه، در حالی که تسلیمی جناب بی مریم رضی الله تعالی عنها مستمع صاحب سخن را بر سر کار آورد. تسلیم شدن بی مریم آنچنان قوی بوده که حتی پیامبر را، وجود پیامبر را در تکان آورده. و جناب حضرت زکریا علیه السلام از خانه خود میبره، میره به طرف محراب یا مسجد. آنچنان تضرع میکنه به پروردگار که مستقیما برش اول میگه که ملائکه ها به امر پروردگار میان برش میگن که خاموش باش دیگه، خداوند صدای تبعیض میشنوه و دعای تو را قبول کرد. خداوند در امی سن سال 100 چند سالگی برای تو بانک خانومت پیر نازا هست، عقیم هست، اما خداوند به خاطر همین سوز دل تو برای تو فرزند میده. یحیی نام برات میده که حی است، زنده هست. واقعا تواریخ شما مطالعه بکنین، جناب حضرت یحیی علیه السلام، باز حضرت ابراهیم علیه السلام یکی از جمله کسایی هست که در خط مشهد مبارک میاد. بالاخره آمده به یک نقطه ختم میشه که یعنی حی یحیی، زنده با معنویت، که نبی کریم صلی الله علیه و سلم از پشت از مبارک است. درس میدنی و همون نام مبارک زنده است دیگه. اینجا پروردگار جل جلاله برای ازی جناب حضرت زکریا علیه السلام طفل دایره میکنه، بشارت یک طفل برش میدن. سوز جناب حضرت بیبی مریم چقدر اثرگذار است برای جناب حضرت زکریا علیه السلام. بالاخره با توجه به تمام این نکاتی که حضرت بیبی مریم داره در وجود خود، روز میره به طرف خانه خالیش در مصر. پس اینجاست که حضرت بیبی مریم رضی الله تعالی عنها ضرورتمندی و غسل پیدا میکنه، غسل میکنه. در این حالت است که هنگامی که لباس خود پوشیده، جبرائیل امین پروردگار روان میکنه، میگه میخواهم برای تو فرزندی را ببخشم تا همه بدانند که قدرت خداوند واقعا که بی‌بدیل است. و تو در این معامله که برابر آمدی به خاطر ازی که تو از دفعه اول خدا توکل تو را برآمده کرده و پروردگار بسیار زیاد تو را میپذیره، تو را دوست داره. از او خاطر دوستی خداوند باعث ازی میشه که تو در مجموع باید یک نشانه قدرت خداوند باشی، یک نشانه از قدرت خداوند باشی و در وجود تو پروردگار جل علامته تمام چیزها را نشان بده. اینجاست که جناب حضرت بیبی مریم رضی الله تعالی عنها به حیرت میفته، میگه پروردگارا مرا بشر مسا نکرده است، چگونه خانم طفل شود؟ خداوند برش میگه بله، همچنان است که تو میگویی، تو یک دختر باکره هستی، اما آنچه من میخواهم او قبول شده هست و او گپش خلاص است دیگه. آل حاجت و دم زدن بیشتر نیست، فقط تسلیم باش به فرمان حق بس. میگه بالکل. روایت ها مختلف است در روزها، در تفاسیر مختلف. در بعضی از تفاسیر برقم میارن این موضوع را که هنگامی که پف صورت گرفت در آستین مبارکش، در ظرف 3 روز جناب حضرت عیسی علیه السلام در وجود بیبی مریم پیدا میشه. در بعض روایت ها میگه که 6 ماه، در بعض روایت ها میگه که 9 ماه، 8 الی 9 ماه. خب هدف در این است که وقت او تولد شد، این بحث است که چرا جناب حضرت بیبی مریم انتخاب میشه در این موضوع که باید پیامبر و جهان هستی از وجود از یک
دختر مقدس و جهان هستی تقدیم شود، به خاطر ازی که او رمز بندگی را به پروردگار فهمید. خداوند میگه من تو ذات پاکی هستم که برای شما درود رحمتم میفرستم تا شما را بیرون کنم از تمام ابعادی که زشت است به طرف روشنی های دین مقدس اسلام و من هستم برای مسلمانان مهربان. این به ما یک درس میده که ای انسان توجه جدی داشته باش، توجه جدی داشته باش، دقت تمام بکن در این مسئله. و اینجاست که جناب حضرت بیبی مریم رضی الله تعالی عنها حامل می‌برداره از پف حضرت جبرائیل امین. خب بالاخره در سمت شرقی از مصر باید حرکت بکنه و باید طفلش در اونجا به جهان هستی تقدیم شود. در صحرا میره، بازم خداوند قدرت خدا برش نشان میده. چرا؟ حدیث پیامبر بزرگ اسلام است وقتی تو یک قدم در راه خدا بانی، خدا 10 قدم به طرف تو میمانه. وقتی تو تیز بری، پروردگار جل جلاله تو را در سایه رحمت خود میگیرید. اینجاست که جناب حضرت بیبی مریم رضی الله تعالی عنها صدا میکنه که الهی در این صحرای به آب و علف مرا آوردی و هیچ چیز دیگری نیست. پروردگار میگه که موجه صدا میکنه که ای کاش فراموش شده ها می بودم. پروردگار بر صدا میکنه که اندوهگین مباش، در تنه خرما تکیه بزن، درخت سبز میکنه. و جناب حضرت بیبی مریم رضی الله تعالی عنها را برش میگه که به فرمان خود صدا کو سرش خرمای تر تازه برات میده و زیر پایکت آب برات تیر میشه، از زمین خشک آب برات میآید. تو بخو، امیدوار باش برای کسی که جهان هستی را رقم میزنه. جناب حضرت عیسی علیه السلام بر جهان هستی تقدیم میشه. وقت تقدیم شد به جهان هستی، او صدا نمیکنه که من خدا هستم، دیگه به صدا نمیکنه. در 3 روزگی انگامی که به طرف فامیل خود، به طرف به اصطلاح قوم خیش و به طرف همین ملت خود بیبی مریم رضی الله تعالی عنها در حرکت میشه، قوم صدا میکند که یا اخت هارون ما کان ابوک امرأ سوء و ما کانت امک بغیه. ای خواهر هارون، تو بدخو و بدکردار نیستی، مادرتم نبوده. پس اشاره داد به طرف طفل، فاشارت الیه. صدا کرد قوم که چگونه این طفلک با ما سخن بزنه، تو عجب آدمی هستی. از گهواره صدا برآمد اینی عبدالله، ما بنده خاص خدا هستم یا بنده خدا هستم. اتانی الکتاب و جعلنی نبیا، مرا خدا کتاب داده است و گردانده است مرا پیامبر و وصیت کرده است که برای مادرم احترام کنم، شقی و بدبخت نباشم. و وصیت کرد و اوصانی به صلات و زکات، مرا وصیت کرده که من نماز بخوانم، من زکات بدم، من اعمال صالح انجام بدم. در دفعه اول از دانش کشید که اینی عبدالله، ما بنده خدا هستم. عیسی علیه السلام خدا نیست، بنده خداست. بیبی مریم دختر خدا نیست، زن خدا سوم نیست، مرد خدا سوم نیست. او یک زن است، یک دختر است که عدست خدا را زیاد میکرد. الله جل جلاله او را منبع برای نشانه قدرت خود بر جهان هستی تقدیمش کرد. کتاب الحال یا تا به فلحال بسیار پیروان داره، بسیار پیرو زیاد داره. حالی که او پیروای از یکی هست و چی میکنن، کدام اعمال انجام میدن، او بحث خودشان است که دینشان در مقابل دین مقدس اسلام شکست خورده شده است
دیگر دین مسیحیت دین درست نیست، دین نصرانیت دین درست نیست، دین آتش پرستی دین درست نیست، دین بوداییسم درست نیست، هندویزم درست نیست. فقط دین مقدس اسلام میتواند حکومت بکنه در جهان هستی. چرا؟ به خاطر از اینکه عشق غیور خداوند ننگ شراکت نمیپذیره. آنچه قابل بحث است همین است که پروردگار میگه شما مرا به پاکی یاد بکنید، زیاد یادم بکنید. و کان بالمؤمنین رحیما، و از خداوند جل جلاله برای مسلمانان مهربان. حالا اگر ما این آیت قرآن عظیم الشان را بر حالت امروز تفسیر کنیم، و کان بالمؤمنین رحیما، بشک خداوند جل جلاله برای مسلمانان مهربان است. برای فرد یا برای جامعه یا برای یک قشر خاص، هر انسانی که مسلمان بود نظر به نص سری آیت قرآن عظیم الشان، پروردگار به او مهربان است، او را از تمام چیزها نگه میکنه. امروز این ملت ما اینقدر که سر و زیر میشه و زیر زبر میشه، به خاطر چی؟ در ایمان نقص موجود است. ایمانی که در وجود است در اون نقص موجود است. ایمان به مانند الماس است. از الماس قدر بهایش بلند است، اما الماس در ما بین سنگ معلوم نمیشه. الماس وقتی میتونی از سنگ بکشی که سنگ تراش کنی. وقتی میتوانی که در این آیت بگی که بالمؤمنین و کان بالمؤمنین رحیما، خداوند جل جلاله بر مسلمانان مهربان است، وقتی در زیر از این آیت رحمت میایی که تو مسلمان باشی، اما از پول حرام تو مسلمانه که زیر رحمت خدا باشی نیستی. پول حرام نمیتونه تو را به سایه رحمت خدا قرار بده. کار حرام نمیتونه تو را قرار بده به زیر رحمت خداوند. دروغ و بدخویی و بداخلاقی و بدخلقی، رشوه و سود و خیانت کردن در هر باده که باشه نمیتونه که تو را به زیر سایه رحمت خدا بیاره. چرا؟ در سایه رحمت خدا کسی میه که بالمؤمنین رؤوف الرحیم یا بالمؤمنین رحیما، خداوند برای مسلمانان مهربان است، برای غیر مسلمان نیست. پس اینجا یک نکته بسیار باریک وجود داره. در ایمان ما کدام عیبی وجود داره که ما ایمان داریم، الحمدلله کل ما مسلمان هستیم، میخوانیم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله، صدقت یا رسول الله میگیم. اما گپ در اینجاست که ما به کدام نکته عمل نکردیم. دین خو بسیار زیاد ابعاد گسترده داره. از این معلوم میشه که ما در بسیاری نکاتش توجه نکردیم. وقتی که توجه نکردیم خداوند بر ما مهربان نیست. ما به نوعهای مختلف ضربه میخوریم. اگر غیر مسلمان مرگ خود از سرسبز تیار میکنه، یا خوبش یا تا یا بالای یا آن، یا روز به روز به طرف ترقی و پیشرفت بیشتر تکنولوژی در حرکت میشن، میرن واسه و تلاش خودشان است یک وقت مسلمانان را از پاکی بیش از حدشان میشناختند در ترکیه و بعض جایهای دیگر. اما متاسفانه امروز تحقیقات طبی اخیر در افغانستان نشان میده و تحقیقات صحی نشان میده که آب و هوای افغانستان تقریبا 80% با مواد فضله یک جا است. آب آشامیدنیش و آب هوایش گرد و ود است. این تحقیقات اخیر نشان داد. پس این به ما یک درس است که ما حتما در مسلمانی خود کدام نقطه ضعف خطرناک داریم که خداوند به ما مهربان نیست، با ما مهربان نمیشه. حتما بی‌عدالتی است، حتما ظلم است، تعدی است، تجاوز است، سرقت است، دزدی است، ناامنی است، بی‌نمازی است، مردم زکات نمیده، مردم حق برادر مسلمان خود را میخوره، به احترامی به اوجش رسیده، بد اخلاقی به اوجش رسیده. هنگامی که بخوای کار نیک را انجام بدی دستت گرفته میشه، بخوای که ابلاغ دین را بکنی
و مردم متوجه به تمام مشکلاتی که برایشان رو نماز بسازی به نام القاعده گفته گمت میکنن و به نام های اینا. حج و اوقاف، حج داره اوقاف نداره، شان نداره، امر معروف نداره، در حالی که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر هستید. بیرون کرده شدیم، باید بیرون شود از شما و ما بیرون کرده شدیم امت محمدی صلی الله علیه و سلم تا مردمان را از راه های بد نجات بدن، به راه های نیک دعوت و تشویق بکنن. کوکی اگر قاضی ما رشوت میگیره کیست که دادمش ایستاده شود؟ اگر یک رهبر جهادی ما خیانت میکنه کیست که یک نفر دیگه در مقابلش ایستاد شود که برادر خاک دیگه نفروش؟ اگر غیر رهبر ما کس دیگر ایستاده میشه و حق حقوق یک انسان مسلمان پایمال میکنه کیست که در مقابلش ایستاده شود برش یک برادر تو ظلم میکنی؟ اگر یک کسی زورمند است سرکار بند میکنه و هزار مشکل و تشویش و جنجال برای تو پیدا میشه کیست که دمی از زیر بگیره؟ برادر ظلم است. وقت ظلم است دیگه خداوند در کجا برای ما رحمت بفرسته؟ هنوز کجاست؟ غیر مسلمان آخرت نداره دیگه. او که آخرت نداره پروردگار جل جلاله به زبان پیامبر بزرگ اسلام بر ما میگه برادر ما تو مسلمان نمیگه کمی کلمه که میخوانیم نه ما تو نمیگه، میگه برادر اگر اینمی تو نفست خطرناک نمی بود به طرف کفر رجوع نمی کردی من خانه های کافرها را کلش از طلا و نقره از طلا و الماس برشان جور میکردم. ولیکن تو در ایمان تو کمک شکست، تو چندان آدمی نیستی. این موتره میگه. پیغمبر حبیب خدا با اولیاء کرام انبیاء عظام مبارکا یک تک دنیا را طلاق کردن، یک طلاق، دو طلاق، سه طلاق. مگر دقت به کار است برادر. ما راه خدا گم کردیم. راه ما امیست. در رادیوها، تلویزیون ها، رسانه ها در مجموع. فقط یک دانه دول در دستت باشه، یک دانه ارمونیه در دستت باشه، باز خوب میچلی و دیگه چیز چلیش نداری. ملت که دیوانه شوه، ملت که سر و پایش خراب شوه، ملت که عقیدهش خراب شوه، ملت که نفهمه که چی به خیرش است و چی به شرش است، و ملت در زندگی رحمت خدا به اینجا نمیآید. یادتان باشد فردی وجود داره رحمت خدا که فرد با تقوا باشه خدا او رو نگاه میکنه، اما در کل نمیه. چرا؟ در نظام ما فساد موجود است. تا کی ما از پیام خدا بگریزیم؟ تا چه وقت؟ پیام خدا بر ما میگه که فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر شما باز نایستید، اگر شما باز نایستید از خوردن رشوت و گرفتن سود، پس یک جنگ خطرناک را با خدا و با پیغمبرش کمرتان بسته کنید. از ما رشوت خوردن مثل او خوردن ماست. حق مردم خوردن مثل میگم از خودم از پدر نبیره و نیکیم از ما سویدن. این ظلم نیست؟ ظلم است دیگه. در ادارات میری کارت انجام پذیر میشه اما از پیشت پیسه میگیره. بخش شیرنی نمیشه. 2 میلیون سودا که بدی برش که شیرنی که بخشش نمیشه. چرا بدون از بر از او بخشش نمیکنی که در وقت کارت بند است باز بخشش میکنی؟ و از این معلومه که تو رشوت میدی و او دیگه جان مقابلم رشوت میگیره. رحمت خدا به کجا نازل شوه برادر؟ رحمت خدا خود جای پاک کار داره. خانه دل اولا خلوت نما، بعد از آن معشوق را دعوت نما. اخلاص موجود نیست. اخلاص موجود باشه تو باز میبینی که چی ابعاد نیک دیگری برای تو الهامات مختلف از طرف پروردگار میشه و تو چه کارام زندگی میکنی. باز از خاطر پروردگار جلال مجده برای ما در قرآن عظیم و شأن امین ده به ما شرح میده که و کان بالمؤمنین رحیما،
خداوند جل جلاله برای مسلمانان مهربان است. اگر ما میخواهیم که خدا با ما مهربان شود، یاد خدا را بکنیم. چقدر ما مشکلات داریم. ببین مردمایی که در استالف اکثرا زندگی میکنن، کسایی که کلال هستن، کلالی میکنن. غیر مسلمان به خاطر از اینکه نمازش قضا بکنه، از نماز جمعه و عبادت خدا بانش روز جمعه را برش روز بازار تعیین کرده و ما کشته دلار. نماز از پیشش میمانه. خب برادر، قطره قطره دریا میشه. قطره قطره بی اتفاقی، بی محبتی، بی نمازی به کلان جنجال خطرناک در مملکت ما تبدیل میشه که شده. ما ملت صدا نداریم دیگه. ملتی که صدا داشته باشه چی داره؟ هیچ چیز نداره. ملتی که دین خود را به واقعیت نشناسه و هیچ چیز نداره. امروز آن فجایعی که شما متوجه آن میشین یا هستین، در نوشتار، در گفتار، در دیدار موجود است. اما کجاست که ما سرش بگیریم؟ فقط بزنس. چقدر مردم به تکلیف است، اما هیچ کس صدای خدا نمیکشه. منابع‌های مختلف ما را استعمال میکنن. چرا؟ تا چه وقت بگن؟ هر چیز از خود یک خط مشی داره برادر. هر چیز از خود یک حد و توان دارند. از حد توان نباید بالا رفت. لطف حق با تو مواساها کند، چون که از حد بگذری رسوا کند. چند سال، 30 سال میشه که در افغانستان خون ناحق میریزن. آخر او خونهای ناحق صدا داره به طرف پروردگار و باید از یک قیام خطرناک آسمانی و عذاب خطرناک آسمانی سر ما نازل شود. تا ما درک کنیم، بفهمیم که برادر، ما حق یک برادر مسلمان خود که میخوریم، او از خود خدا داره، بازخواستگر داره. بازخواستگرش پروردگارش از خود برادر. 4 تا بیادر نداره، 4 تا پدر، 4 تا بیادر نداره، 4 تا به اصطلاح قوم خویش همسایه و تاوبالا نداره، پدرش نیست، مادرش نیست. خدا داره. خدا یا خدا نداره؟ خدا داره برادر، ولیکن تو مشکل داری. فقط یاد پروردگار میتواند در صبح و شام و در هر وقت دیگر که تو را زنده نگه بکنه. عاشقان جان و دل کباب کنن بر در لا اله الا الله. اگر ما محبت واقعی داشته باشیم به پروردگار، باز کار ما جور میشه دیگه. اما متاسفانه که ما محبت نداریم به خداوند. اگر به پروردگار جل جلاله ما محبت داشته باشیم، ما به طرف راه نیک دعوت شویم، بریم، باز عذابای مختلف آمده نمیره. از شما می دیگرانه خاکبادها را شما مشاهده میکنید. چقدر خاکباده، چه آلودگی است. یه عذاب است. بچه بی تحمل و بی صبر است. پدر مادر بی تحمل و بی صبر است. هر کس در جایش یک بی صبری و بی حوصلگی و بی تحملی خود داره. چرا منبعی است؟ اگر قانون خداوند جل جلاله تطبیق شود، هیچ کس در هیچ مقطع زمان حق حقوقش پایمال نمیشه. پس خداوند جل جلاله ما شما را توفیق بیشتر نصیب بکنه بر اعمال صالحه، نه به جنجال، و آنچه میتوانه برای ما در همه است بود قابل مطرح باشه و ما را در راه حق و حقیقت پروردگار تشویق و ترغیب بکنه ببره. فقط امین قرآن عظیم و شأن است و بس. با قرآن چنگ بزنین باز آرام میشین. در غیر از او سزای قرود آب گرم است. و پروردگار جل جلاله میگه که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خداوند تغییر نمیدهد سرنوشت قوم را، هیچ قوم را، تا آنچه که تا مدت زمانی که شما با نفس خود چیز تغییر ندید. و این تغییرات ما به صورت کل مشاهده میکنیم.
یک دفعه یک فکر کنین. از تفکر بسیار موضوعات برتان میه. یاد خدا برتان میه که پروردگار میگه اذکر الله ذکرا کثیرا، من زیاد یاد بکنین چرا تفکر برات میه. بازی تفکر یک لذت دیگر داره در رابطه به پروردگار جل جلاله و ذات خدا نی و این کائنات پروردگار و این رسم الخطی که خدا داره جل علامته برای جهان بشریت و این انسان با چقدر زیباست در کائنات پروردگار و تو انسان قدر زیبا خدا آفریده که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم هستی. انسان در بهترین صورت پیدا میشه. تو را می آفرینه، تو را به جهان هستی تقدیم میکنه و تو چی نعمات را میده و تو به نوعهای مختلف لغت زده میری در نعمات پروردگار و خدا تلخ و تبا ساخته میری. چرا؟ بسیار ابعاد است. فقط یک چیز میتونه که ما رو در راستای حقیقت ببره. قرآن عظیم و شان. میخواهین موفق و سرفراز باشین، قرآن عظیم و شان را سرمشق زندگی و منشور زندگیتان قرار بدین. این بود داشته های برنامه امروز. تا برنامه های آینده شما را به الله پاک میسپارم. شاد و خوش و موفق و سرفراز و سربلند باشین و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر رسول الله صلی الله علیه و سلم. از ابی عبدالرحمن عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه روایت است که گفت پیامبر راستگو و راستگو دانسته شده به ما خبر داد که در حقیقت خلقت یکی از شما در بطن مادرش چنین انجام میگیرد: 40 روز به حالت نطفه است، پس از آن به پاره خون تبدیل می شود به قدر همان زمان و مدت، سپس به پاره گوشت تبدیل می شود به اندازه همان مدت و از زمان. سپس خدای تعالی به سوی او فرشته می فرستد تا روح در آن بدمد و فرشته مأمور است به نوشتن 4 کلمه: روزیش، مدت عمرش، کردار و رفتارش و این که بدبخت یا نیک بخت است. پس سوگند به خدایی که هیچ معبود به حق غیر او نیست، همانا یکی از شما به کردار و رفتار اهل بهشت می پردازد تا آنکه میان او و رسیدن به بهشت فاصله نمی ماند مگر یک ذره. در آن هنگام سرنوشت و فرجا به کردارش به او پیشی می گیرد و به عمل مردم دوزخی می پردازد و پایان بد. سپس رفتنش به دوزخ می گردد و همانا یکی از شما به کردار و رفتار اهل دوزخ می پردازد تا آنکه میان او و رسیدن به دوزخ فاصله نمی ماند مگر یک ذره. در آن هنگام سرنوشت بر او پیشی می گیرد و به کردار بهشتیان و فرجام نیک می پردازد و سپس رفتنش به بهشت می شود.